خداوند نیاز به حمد ما ندارد ما بیاییم توصیف خدا را بکنیم و عظمت رب العزت و الجلال را بگیم. خداوند ما را امر کرده که او را به بزرگی یاد بکنیم، نه به خاطر که نیاز دارد، به خاطر که من و تو را به اوج قله انسانیت برساند، به خاطر که سعادت ابدی را نصیب من و تو بگرداند. امر کرده و کبره تکبیرا، خداوند در به عظمت و بزرگی یاد بکن. بگو الله اکبر، تو خیلی بزرگی. تعظیم خداوند هم در دنیاست و هم در آخرت. همچنان چه که انسانها در دنیا خدا را به بزرگی یاد میکنند، الحمدلله رب العالمین، الله اکبر، اینا همه تعظیم خداونده. بعد زمانی که بشریت همه نابود میشه و در زیر زمین دفن میشه، اونجا هم عظمت رب العزت و الجلال ترسیم میشود. خداوند ندا میده لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی از آن کیست؟ کجا اربابای دنیا، ملوک دنیا، پادشاهای دنیا؟ لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی از آن کیست؟ فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی، من خدای بلند و بزرگم، من از همه بالاترم، اصلا من رب بزرگم، ربی وجود ندارد، اگر دارد کوچکتر از منه، من رب بزرگم، نعوذ بالله. بعد خدا ندا میده لمن الملک اليوم، پادشاهی از آن کیست؟ صدای کسی بالا نمی شود. بعد رب العزت و الجلال ندا میده که لله الواحد القهار، پادشاهی از آن خدای واحد و قهار است. کجا هستند پادشاهان دنیا؟ چرا خفته اند؟ چرا سر و صدا نمی کنند؟ کجا شد حشم و خدمشان؟ اینجا عظمت رب العزت و الجلال به نمایش گذاشته می شود. خدایا مالکی وجود ندارد، همه خفته اند، همه ملوک دنیا و پادشاهای دنیا همه خفته اند، مالکی دیگه وجود ندارد. مالک یوم الدین، توی مالک یوم الدین. امروز پادشاه تو هستی، پادشاه واقعی و حقیقی تو هستی ای رب. و زمانی که انسانها از قبر بالا می شوند، باز هم عظمت خدا را یاد می کنند. حالا چی کافره و چی مسلمان، آنجا پی میبره. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده، سبحان الله. روزی که شما را فرا بخوانند که از قبرها بلند شوید، اگر کافری اگر مسلمانی، از زیر زمین بیا به روی زمین که امروز روز رستاخیزه. فتستجیبون بحمده، حمدگویان بالا می شوند. کافرم میگه خدا، کافرم میگه خدایا تو بزرگی. اونجا وقتی از زیر زمین بالا شد میگه خدایا تو بزرگی. پی میبره به عظمت خدا که مالک بهشت و جهنم فقط اوست، دیگه خدای وجود نداشت. اینجا عظمت رب العزت و الجلال هنگام بالا شدن از قبر ترسیم می شود.